میتواند مزه فرهنگ داشته باشد. دیدار از یک مرکز پیشگیری. وقتی شما یک بیماری مزمن دارید، ضروری است که غذای سالم بخورید. در مراکز پیشگیری در کوپنهاگ می توانید پختن غذای سالم از فرهنگ خود را یاد بگیرید. هدف این گروه آشپزی اینه که به طور عملی یاد بگیرن که غذای سالم از فرهنگ خودشون درست کنن. امروز غذای خوبی درست می‌کنیم. اینجا غذاهایی رو درست میکنن که از قبل میشناسن و با اونا راحت هستن، چون خانواده به این غذا عادت دارن. به این صورت میتونیم غذاهای آشنا رو تغییر بدیم و سالمتر کنیم، به جای اینکه نون پیتا خورده بشه و بعد به جاش نون سیاه. چون اینجوری باشه خیلیا کنار میکشن و میگن حوصله‌ش رو نداریم. چرا علامت نداره؟ سالم نیست. درسته چون آرد گندمه، چون خوردن آرد گندم قند خون رو بالا میبره. به این خاطر نباید آرد گندم خالص بخوریم، باید مخلوط کنیم. این یعنی نظر داشتن درباره غذای سالم. آدم میتونه درست کردنش رو یاد بگیره ولی خوردنش سخته. یکی بود میگفت این نونای گرد حتما خوشمزه هستن ولی نمیشه برای صبحانه استفاده کرد. من گفتم چرا نمیشه؟ چون سالمن. جالب بود. یادتون باشه از ادویه‌جات خودتون به غذا اضافه کنین، چون خوبه که فرهنگی باشه. یعنی خوبه که مزه غذایی که فرهنگ خودتون رو داره بده. پس اضافه کردن ادویه اشکالی نداره. غذای اینجا فرق داره. الان به این فکر میکنیم که غذا باید سالم باشه. روغن اضافه نه، نمک زیاد نه. خیلی دوست دارم بخورم. در طول 4 روز کلاس این خانم ها دانش و تجربه عملی درباره غذای سالم پیدا میکنن. از غذاهای خودشون استفاده میکنیم ولی به روش جدید و سالم. چند بار اینجا اومدن و دوباره اول تئوری یاد گرفتن. امروز برنامه این بود که با چیزهایی که یاد گرفته بودن در واقع میتونن دستورهای غذایی معمولی رو تغییر بدن. من به این دستورهای معمولی میگم دستورهای ناسالم. یاد بگیرن که اینا رو به جایگزینهای سالم تغییر بدن.